گفتسته در اینترنت ها چند کس مرا گفت که بابای خند گفتسته تا بابای خند. من اگه آدم گریزی نیستم. اینا من در پیش بابای خندم. سلام علیکم بابا. سلام علیکم و علیکم السلام. اینا برادرای عزیز ما یک جاییم قتی بابای خند. ما هر گپی که گفتم ای بابا مرا میگه که تو مرا هر گپ گفتی. ما چیزی گفتم چیزی که در دلی من همون گپا را گفتم. اینا تو خودت ما چی گپ داری بگو ما گپم ما جواب بده من سوال میتونم تو جواب بده نشان خیلی گفتی خودت بینی ببینی گپ بزنیم اگه چی گفتنی هستم چی گفتن وقتی که مرا در اینترنت میگن کو خیلی جو مود اینترنت سره میگن که انا حجود اسمراد راست گفت انا حجود اسمراد راست گفت من اصلا باور که تو حال حاضر همون ویدیو رو من تماشا کردگی نیستم با خدا قسمم نخیر تماشا کردگی نیستم خیلی حجود اسمراد میگه گفت اکی معنی او رو نداره حجی جان که شما نسبتی ما یک کمبودی گفته باشین من قطعی تو دشمنگرایی کنم این خیلی معنی نداره که کمبودی مرا گم بزنه من اسلام میشم این خیلی بعد یک چیز دیگه که دوستم جان من همین خیلی باشم در پشت اکران ما دیگه آدمم با دیگه آدمم میگن که جبری استاد به زیمهری پدر چند جوده ما دوست جان ما استاد گفتگیم برای که دایی جوده چند سال شما کار فعالیت دارین خیلی 30 سال میگم 30 سال شد عمر یک آدم 30 سال شد ما همگی 1 سال و 5 ماه در همین جدایم برای این ما دوست مراد مثل رنگ یک فرزند مثل یک نواسه باور که نغز میبینم خیلی که گفته برای ما فهمیدم گفت که بابا من میبیام اینا حاضر اومده اینجا بینی ببینی گفت دست اینا بینی ببینی گام بزنیم ما یک ویدیو تو ما درای کردن که بابا تو را گفته است این چیز سیاه هم سیاه میگم سفید و در عرفیت میگن که بزرگی به عقل است نه به سال البته ما قبول داریم اینا قبول که داشته باشه بعد میگه که ما برای فصل کردن اومدیم نه برای وصل کردن اومدیم بله برای همین گپا ما یک جویا همه کارو حل کرده میتونیم مصلحت کرده میتونیم ما برای این بابا را 4 بار برنامه کردم 4 بار هم خلاص 4 بار برنامه کردم سوالی همین بود که برای چی مرا در اینترنت مقصد گفتی ما برای این گفتم که ما 4 بار برنامه کردیم با بابی را دیدم در بازار یک کس حق کرد برای چی یک کس در بازار هم باسته میبرو ممکن چخلی گورو برای چی همین کارا کردی در درین بازار مقصد که در بازار جای جمعیتی مقصد در بازار برای چی همین کار بود برای چی انا میگم دوستم جان اگر باور کنه وقتی که در اینستاگرام برو اومدم ما 800 بار گشتم رفتم اونجا در بازار رفتم جایی که هم مسئولین نیکو بیانم شما نگیرم همونجا رفتم پام نشان دادم پام سیاه بود پری لای بودم اونجا دا وقتی که همو خاک بیا یارو نگم بود عربا کم وای میکنم من میگم که نکنم اوش مسافید تو مثال یک جوان سر تا بسر مسافید میمونی خمون وای های کنه بعد استوپیدش که وای جوان به حد مرا وای کرد یک گپوی خاک قبیه گفت با کدومه که زاپیس کرده مرا پرفته من به حد وای شدم دا ناراحت شدم من گفتم حادثه کار همه گفتم بابا کم تر استغفرالله نکرده نه شما یک چیز فکر کنه که بابا عصبشون خرابه بابا عصبشون خراب میشه تو وای میکنیم کار میزگره ما برای همین گپای قبیه برای همین چیو ما باور که خودم دارم میفوره خودم همین مردمی سربلند همین توجیکی عزیزم همین مردم ما بخشش میپرسم که بعضی خطایا و بعضی تو همین گپات در خونه خدا هم گپ زده بودیم خونه خدا رفتیم وقتی که آدم نون نمک یک کس خورد در نمکدان توف نمیکنه من نون نمک خطا خوردم من کورنمک نیستم بابی جان من تو همچون بابا گفتم هم مقصد قبول کردم من نون نمک تا خوردم یگان کورنمکی نیست و بعد ما برای چی ایگه پا گفتم که اونجا ما در سوال آمد که چوبا مقصد که با کدامی آدم بشینی به خیزی خوبه ما گفتم که 4 آدمی بسواد قطعی بشی 5 آدمی بسواد خودتی این همین با گفت که ای چخل آدم باید دوری بجویی ما ایشون گفتم بابا قم برم آدم دوری جستن در کار که برای چی که گپ زد در گپش نیستود این همین یک همون وقت همین چیره روی میکنه یا بچه ریش دوره بچه‌اش همه قش فهمیدم که ای کلوب بوستونی خدمت بوده و ما ویدیوش دور پیش دیده بودم قطعی افغانو بگو میکرد گپای قبه میگفت گپای وای هم خطایی که باید گپ قبه در جامعه باید نگی گپای وای هم قبه های مقصد هم برادر مورا ببینم خفن نشه ممکن نیست در همین 3 کس زیاد کشیدی اونجا جای جمعیتی میشوه ممکن است وقتی که تو در اینترنت میپرتی اونجا جای جمعیتی هر یک گپ جوابگاری داره زمانی میشه که به جوابگاری کشیده میشه برادر قطعی همو با تو در همونجا در دری مسجد مرا وعده کردی که این ما دیگه جز نصیحت و جز مقصد کاروی خودم ما دیگه اگه کس قطعی جنگ و رازبار و اتفاقی نمیکنم با دیدم که قطعی همو گپ زدیم و کردم قطعی همو با بگو داره که ما ایت میکنم تو کی خودت مرا همین یک چیزه حاجی جان یک چی
مثال در همین شو اینترنتی من خیلی آدم هستم که میگم که برای چی سبب میکنم که چون مرا مثال داشنم دارم چون هم داشنم میتیان حقورا میگه مثال نمای چیزو بزی بگم میزنن و میکنن در همین چی عصب دا میرسن خیلی شما آدم بزرگن که شما توقع میکنیم من بار که توقع طور میسازم انا بابی جون یک گپ مقصد سین سال خود رفته استغفرالله ای همه چیزی بهترین است همین استغفرالله که گپی هر مقصد ای خودت خوردم و ای خودت میدان و ممکن عقلشون نگیره نکم خودت استغفرالله کن دیگه چیزی میشه نمیشه استغفرالله که قدر خطاب بدم بابی جون ما تب آدمی با قدر در بین خلق من میبینم که ما جمعیتی که در نم بیرون بودم هم 10 نمود سیام کمون کردن 10 نمود صورت گرفتن ما 30 سال شد همی کردیم تر نو 3 سال شد یکی نیم سال قطاری ما قطع صورت گرفته استیان قطاری ما بابی قند گفته استیان چخیلی که ما 30 سال شد همی جودیم این مردک نو یک نیم سال مقصد که الکایت چشم خلق ده نمایونی شکر میشه نمیشه ایمه گنده نسیت استغفرالله که برد میکنیم استغفر دیگه جواب نتیخ کم بیاره انشالله وای میکنیم برطرف میکنیم مقصد که در کامنتی را چیزی میگن باید اهمیت نتی بله مثال ویدیو میکنه بابای خیلی داشنم حقارت هم کنه یک گپی خوبه که میگن که همین وقتی که نسبت تو یک گپی بد میگن یا دوملورم گفت که بابا عافیت چونته نسبت تو یک گپ بد میگن کو حقارت داشنم میتن مالایکه هستن که بابایا خودشون سر و کار میگیرن گفت کاردار نشه برای همین برادر قند من هیچ وقت شما چیزی میگین برای گفتم بگیره همین دوست مراجعان قند من یک همچو استاد همچو برادر من ایره قدر قیمت من میگم که همین خیلیش کنم که بیا قدیما یک صحبت کنه کو چی گپ شده من ناز میمون دوست میدارم نه که یک چیزی دیگه حاجی جان یک چیز دیگه که میگن که اگر همین یک چیز قسم خوری یا که وعده کردی اجرا نکنی در دین مبین اسلام خو اجرا میکنی خو 3 روز روزه میگیری من آدم مسافر همین روزه فرضی را حیله میگیرم اگه همین وعده کردیم در پشت سرت باید یک شپالاق بزنم چی اگر اجازتی روزه کلام ما میشه نه الان برای روزه بگی بابی جون گایم گپی مرا بگی خوبش روزه بگیرم برای که دیگه وای نکن نماز تبخون روزه تا بگی روزای قضاگی تا میشه همش میشه شپالاق نزنم نه اجازت نیست یک خنی جوانی میخزه باور که بیا همین اگه ویدیو کنیم که کم وقت مخشه و تمام برای وقت کشیدن کینو رو انتظار باشن یگام کینوی خوب پیشکش میکنیم ان شاء الله باور کنید تو بابی مرا بازی میکنین یکم با تمکین ان شاء الله که خوب میشه و همه چی با مصلحت همه کار میشه زنده و سربلند باشه خدا باشه اینا برادرها بنادسته دوست باشه برادر باشه فقط برای همین بخنده به ما میفرام که خلقی عزیزم بخنده همین تماشا کنه پیشروی کنه این مقصدی ما بیا زنده باشه گپ نیست